السلام علیکم هموطنان و همزبانان عزیز. امروز آیده بیمار از جماعت دهات چارکوی شهر اسفره به شما معلومات میدهیم. شریپوف حکیم جان 43 ساله که یگانه پسر خاندان بوده 8 سال اینجانب از بیماری بوغم و ران کاس پایش اذیت میکشد. عائله شریپوف ها یکی از عائله های کمبیزات و ناداری محلهشان به حساب رفته چند پیش اطراف حولیشان طریق اشعار محله دیوار بندی کرده شد. لیکن حکیم جان از درد پایهایش شب و روز اذیت میکشد. در عائله صاحبی 3 فرزند خردکک بوده همراه مادر پیرش و همسرش زندگی میکنند و یگان درآمد علاقگی ندارند. با نفقه خود و مادرش زندگی میکنند. برای جراحی اندوپروتز کنانی بوغم ران و کاس پایش طبیبان مبلغ کلان تعیین کردند. اما وضع مالیوی عائله امکانیت نمیدهد که بیمار جراحی شده صحت شود. سلام علیکم برادران اهل اسلام. من شریف حکیم حمیدویچ زاده و استقامت کننده دهه چارکو عائله دار صاحب 3 فرزند طی 7 سال است که به بیماری کوکسارتروزی سرگیران ها گرفتار شدم. 8 سال باز است که معالجه میکنه بیفایده. برای من اپراسیون کردن لازم گفتن. برای اپراسیون مبلغ کلان در لازم است. 70,000 سومانی. اگر توانید من محتاج یاری و دستگیری شما هستم. تو حدی امکان توانید یاردم کنید. مادر همین وقت بیمار شریف حکیم بود. اینو 8 سال اینجا و بیماری همین 2 جانبه کسارتروز گرفتار شدگی. همه سال بود ما عدس ما میموندگی میکنیم یکتون تک پول دارو یاردم میکنن یبان بیمارخانه ها میخوابونیم لچینی میگیریم فایده نکرد. اگه دکتر گفتن که یگانه راه اکن ایسنشان خورده شود دیگر سانی 6 میمونن و اپراسیون کردن در کردستان. اگه ما ادارهشون خوبه باید کردیم مراجعت کردیم خدا خیری کرد خدا گردد. من اکن مادر پیر از شما خواهش میکنم التجا میکنم که من فرزند من یاردم کنم. فرزندان سال خردسال کلانش 8 میخونم خردش 2 خون 3 تا بچه زنش اپراسیون شده که مهرش کار کردن نمیتونه. از شخصان خیرخواه و فداکار خواهش کرده می شود که به این عائله محتاج دست مدد خود را دراز نمایند. البته دریافت نمودن چنین مبلغ کلان در یک مدت کوتاه غیر امکان است. اما مادر حکیم جان و فرزندان خردکک او چشم امید و سخاوت هر یکی ما به شما دارند. بیایید دست مدد خود را با حکیم جان دراز نموده سببگار صحتی و خوشنودی فرزندان خردکک او می‌گردیم. به نام حکیم جان صورت حساب مخصوص طریق کارت بانکی دوشنبه سیتی گشاده شده است که هر نفر صاحب دید میتواند کمک کرده باشد.